میخوای بهشت پرنده ها رو بهت نشون بدم؟ تا آخر ویدیو با من همراه باش. اینجا ورودی باغ پرندگانه. خیلی تعریفش شنیدم که پرنده های عجیب غریب داره. بریم با هم ببینیم. من واسه دیدنشون خیلی هیجان دارم. اینجا بریم به سمت جلو که بلیط رو تهیه کنیم و بریم داخل. قیمت بلیطی هم که تهیه کردیم 120,000 تومان بود. خیلی عالی بودش. میریم اولین جایی که ببینیم برای زیستگاه طاووس‌ها. من خب خیلی هیجان دارم واسه دیدنشون، چون به نظر خیلی خوشگل میان و خیلی طاووس‌های متفاوتی فکر میکنم اینجا باشه. این که میبینید منم، چون خیلی هیجان دارم واسه دیدن طاووس‌ها و واقعا اینجا به نظرم خیلی زیبا بود. خیلی جلوتر که رفتم اصلا از دیدن این طاووس داشتم لذت میبردم. نمیدونم بهتون بگم که چقدر قشنگ بود از نزدیک. به اینا میگفتن مرغ چینی. من نزدیکشون نشدم چون میترسم مثل جنسشون زیاد خوب نباشن بشکنن. این هم اسمش شترمرغ بود ولی بچهش بود. خیلی باحال بود. نزدیکش نشدم چون ازش یه ذره ترسیدم. حالا شما ولش کنید. یادتونه تو پاندای کنفوگاری یه پرنده بود دوست داشتید در نزدیک ببینید؟ من دیدمش. خیلی خوشگل بود، واقعا خواستنی بودش این پرنده. جلوتر که رفتم دوباره محو زیبایی این طبیعت شدم که این همه پرنده با هم دارن یه جا خیلی خوب آروم زندگی میکنن. این همون پرنده پاندای کنفوگاره که اون پشتش بندری میرقصید واسه خودش رو دوست داشت. شوخی کردم. اینجا داشتم دنبال طاووس دیگه با یه نژاد دیگه میرفتم که منو برد با دوستش آشنا کنه، اما نمیدونست من از قبل با این آشنا شده بودم و لباسش واقعا مثل لباس عروسا میمونه. خیلی خوشگله. باید از نزدیک ببینیدش حتما. آخه اینقدر دلم واسه این سوخت. نمیدونم خونه‌شو گم کرده بود، دنبال چی میگشت، همش این ور اون ور میرفت. گفتم ویدیو بگیرم براتون بذارم شما هم ببینش. خیلی خنگول بود. اینم کانون گرم خانواده قوا که امیدوارم پدر خانواده ناراحت نشده باشه از خانومش داشتم با بچهش فیلم میگرفتم براتون بذارم، چون خیلی خوشگل بودن. پدرم با بچه ها رفته بود بیرون، داشتن یه گشت و گذاری میکردن. شما هم ببینید، از این ویدیو لذت ببرید. اینجا هم نگاه کرد که دیگه بسه، فیلمتو جمع کن پاشو برو. یه ذره جلوتر که رفتم یهو تو آب دیدم یه چیزی داره هی واسه خودش وول میخوره. دیدم این بنده خدا قیافه نداره، فقط عاشق اینه جلب توجه کنه. منم رفتم بهش توجه کردم، ازش فیلم گرفتم برای شما گذاشتم. تعداد این طاووسای سفید خوشگل توی باغ پرندگان زیاده، یعنی هر قدم که برمیدارید از اینا اینجا زیاد میبینید و واقعا زیبان. خیلی پراشون خوشگله. این همون پرنده‌ای بودش که خونه‌شو گم کرده بود. اینجا هم داشت راه میرفت تا بتونه خونه‌شو پیدا کنه. خیلی دوست داشتم ازش بپرسم میتونم کمکش کنم یا نه، ولی خب اون که نمیدونست من چی میگم. راستی بالاخره خونه اینا رو هم پیدا کردم براتون گذاشتم. واقعا طاووس سفید خیلی خوشگله. یه روزی فکر نمی‌کردم از نزدیک بتونم ببینمشون. این مینی توتی هم که میبینید با این قد نیم وجبیش یه خونه فوق‌العاده لاکچری دارن. بریم یه ذره جلوتر بهتون نشون بدم. خونه اینا از هر چیزی که فکر کنید واقعا لاکچری تره. تو بهش زندگی میکنن واسه خودشون. اینجا داشتم میرفتم قسمت دیگه ای از باغ پرندگان رو بهتون نشون بدم، چون من واقعا واسه هر لحظه ذوق کردم. امیدوارم بتونید بیاید تهران این باغ پرندگان رو حتما ببینید. هیچی نیست. این اردک عزیز یه ذره به تنهایی احتیاج داشت که رفته بود یه گوشه نشسته بود. منم مزاحم خلوتش شدم. اینجا فکر میکردم این صدای بزرگی که داره میاد مال ایشونه. هی زوم کردم ببینم خودشو، دیدم نه والا، این بنده خدا با این قد نیم وجبیش که این صدا رو نداره. گفتم برم جلوتر شاید بتونم صدا رو پیدا کنم براتون به شما هم نشون بدم. رفتم جلوتر دیدم بله صدا مال ایشونه، ولکنم نبود. یهو منو دید خجالت کشید، سرش انداخت پایین. بله، زندگی روستایی لکلک‌ها رو مشاهده میکنید که یک مهمون ویژه هم داشتن. منم یه ویدیو کوتاه گرفتم براتون دیگه، گفتم مزاحمشون نشم. به سمت این استخر که رفتم این قوهای سیاه نظرمو جلب کرده بود، همونایی که قلب تشکیل میدن. من رفتم هی وایسادم که اینا یه قلب خوشگل درست کنن، اما متاسفانه به جز این که قلب بخوان درست کنن حرکات دیگه ای انجام میدادن و منم بی خیالشون شدم. سلام عرض میکنم خدمت بازیکنای یوونتوس. اومدم به همتون نشون بدم دیگه در حال استراحتن.
این شترمرغ آفریقایی نسبت به شترمرغای ما خیلی کوچیک‌ترن، چون مال ما از اینا بزرگتره، ولی این از نظر ظاهری خیلی خوشگل‌تر بود به نظرم. جلوتر که رفتم میخواستم بهتون طاووس‌ها با نژادهای مختلف و رنگ‌های مختلف بهتون نشون بدم که این طاووس هم زحمت کشیده بود، دم خودش رو باز کرده بود تا من بتونم بهتون دقیق‌تر نشون بدم. من که اینجا نزدیک این طاووس شده بودم، یهو اومد سمتم، من ترسیدم رفتم پایین‌تر. دیدم این طاووس سفیدم دمشو باز کرده و گفتم به شما از نزدیک نشون بدم که ببینید چقدر زیبا و خوشگله. همون جوری که میدونید رنگ مورد علاقه من صورتیه و این فلامینگو انقدر زیبا بودن و انقدر رنگشون خواستنی بود که من فقط میخواستم کل ویدیو از فلامینگو براتون نمایش بذارم و نمیشد، باید پرنده‌های دیگر هم میدیدید. پلیکان پا خاکستری همون جوری که میدونید توی انیمیشن نمو خیلی پرطرفدار بود، واقعا از نزدیک شبیه خودش بود. قسمت دیگری از باغ پرندگان برای پرنده‌های گرمسیری بودش که من اینجا زیاد صحبت نمی کنم، چون مخالف اینم که پرنده‌ها داخل قفس باشن و همیشه دوست دارم اونا آزاد باشن و تو طبیعت زندگی کنن. این پرنده عزیزم قیافش خیلی بامزه بود، ولی خب بیشتر شبیه فضولا بود. با این دوتا پرنده عزیز نمیتونیم شوخی کنیم، فقط با اشتیاق کامل از دیدنشون لذت ببرید. نمیدونم باغ پرندگان بود یا باغ وحش بود، اما خب اینجا یه لامای زیبا میبینید که دوست نداشتم عصبانیش کنم با توف یکسان شم و شتر زیبا که مثل اینکه عرق سوز شده بود باهاشو باز کرده بود تا یه ذره خنکی بهش برسه. اینایی که میبینید اینا شترمرغ اصلی هن، نه اون شترمرغ آفریقایی ها. این عزیزمونم تا دید من دارم ازش فیلم میگیرم یه کتفاک ریزی واسمون رفت لذت ببریم. من دیگه کلی خسته شدم، برم غذا بخورم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.